اما من طفلم رو نجات داده نتوانستم. لبای حیاتت در خطر است، احتیاط باش. کلتکیلاس با سقراط سر و کار نگیر، جیانش رو پیگیری نکن. این آدم شوخی نمیکنه، تو رو میکشن. در اصل من تو را میکشم، من تو را میکشم. وفات یافتن طفلت به من ارتباطی ندارد. وقتی سقراط رو دزدید کی تو رو نجات داد؟ سگ دروغگو، بی‌شرف، من تو را میکشم. نه گوش کن، من تو رو همچون دوست آگاه میکنم. از پیگیری کردن سقراط دست بکش، حیات خودت رو با خطر نگذار. تو در کجایی؟ در کجایی؟ میخوام با تو تنها روبرو شوم. اگر مرد باشی مکانت را بگو. او این مگر با من مسخره بازی دارد؟ احمق ناشدنی، تو را میکشم، تو را میکشم احمق. چی گپ شد؟ یگان گپ داری احمق دیوانه، بیرون برا. سردارم شما بسیار عصبانی شدید. از 1 تا 5 10 تاگی به زبان انگلیسی حساب کنید سرت آرام میشه. تو چی گفتی استاده ای؟ احمقی بفهم. از 1 تا 5 چقدر 10 تاگی حساب کنم؟ معلمی مکتب ابتداییت کی بود؟ انا بینه در رو فایدت کرد. انا دید سرت آرام شد، از من معلم ابتدایی ما رو میپرسید. خاموش. یعنی حیات سردار اونالم در خطر است. او را نباید هیچگاه تنها گذاشت. دستانی که او را میدارن من بشکنم. اونال حیاتت در خطر است. آخر چرا نمیفهمی؟ دیگر در اینجا بسیار ایستاده نمیتوانم. سقراط قدم به قدم نزدیک شده ایستاده است. احمق اکرم در کجاست؟ در کجا میشد؟ به عشق جوانیش داده شده، ورزشی پگاهی روزی کرده ایستاده است. چی میگویی؟ دام تا بگی گفتم. تا این زمان به من آیله حقیقی شده. شما رو به جای آیله گذاشتم که هیچ نداشتمش. حالا رفتنم چنان مشکل است که باز به پدر و مادر ماندن است. به تو ماندن، حتی تو رو یاد میکنم. طولین احمق. او چه ها میگوید؟ بی اکرم از گلویم نمیگذارد. دومونوزیو املت میخواید؟ رحمت از سحر باز هیچ چیز نخوردید؟ دومونوزیو با خوراکتون کم در زنجبیل میاندازید؟ مرحبا. نمیخوام. آی برادرم، بین تو را همه اینها چقدر دوست می‌دارم. برای انسان این خیل آیله زیبا داشتن، یک عمر این خیل زندگی کردن سعادتی بزرگ است. دومولا چیتان خنک شده است. ایست میلیس جون، من میریزم. من سرده، من خودم میارم. حاضر به شما چای میارم. خدایا توبه، مگر اینها هدایت یافتن؟ با دومونوزیو اینقدر احترام گذاشته ایستادن. باز خط کن میگوید مگر نمیبینی؟ فرو کله کلت کار نمیکند، کار نمیکند. فکر و خیالات در اینجا نیست. به تو چه خیلی زندگی میکنم؟ چه خیلی؟ نه زدرو از همه مشکلش تو و خواهرم رو گذاشته رفتن است. همه چیز اومده است اکا. شیناسنامه ها در دست من. کشتی ها یک چند ساعت پس می آید. بسیار خوب. کنی رفتیم. مادام حیات سردارم در خطر است، با یک گروه شده از نزدیکی او را محافظت میکنیم. در این باره یگان اعتراض نمیخوام سردارم. احمق بفهم، تو اول خودت رو محافظت کن. در این ساعت در اینجا چی کار میکنی؟
از سردارم گفتم که اعتراض نمیخوام و باز درباره یک مسئله اجازت میخوام. عجبا امروز من کار رو دیرتر آغاز کردم، میتونم سردارم؟ تینجی است لیون. آخر ما از سببی که در مسئله اژدر و کرتکل بسیار چقور رفتیم، من با سیلین جانم مدتی دراز شد و نخوردم سردارم. لیون بیامان شما با شو بروید. اما تان زودتر شما همه با شو سردارم باشد با نزدیکای یگان کافه که با سیلین و میخورم میپرتفتگید سرداری خوشبروتی ما. خدایم با من صبر بده. одамонамон ҳоло ҳамон налро напарондаанд ака. ӯ аждарро меҷӯяд. аждар имрӯз ба хориҷа меравад. акнун ӯро пайдо карда наметавонанд. аммо мо дар ин ҷо ҳастем. ӯ нал то ману калтакеласро наёбад аз ин кор даст намекашад. меҳмони одамкушро даъват бикун. ин корро бе ягон мушкилӣ бояд ҳал кунем. левен ҳама инҳо ростанд? албатта ки рост аст. агар сардорам унал намебуд ҳоло ман каҳё мурда будам. мурда. ай худо нишона диҳад, агар ба ту ягон чиз мешуд ман чӣ кор мекардам? агар ба ман ягон чиз мешуд ту бева мешудим ё ки шу мекардӣ. лекин чун ба ёдам меояд пашми танаам мехизад. худамро ба як азоб наҷот додам. ин аждар гуфтани девона ҳеҷ шӯхӣ намекардааст. калтакалас камкам шӯхиро мефаҳмад, лекин аждари паҳад умуман шӯхиро намефаҳмад. оҳ зӯро, оҳ зӯро? калтакелас гуфта истода будем, зӯро аз куҷо баромад? илтимос левен, дар бораи калтакелас бо ман гап назан. чӣ хел гап назанам селин? ҳоло мо аждарро дастгир мекунем. аждар кист? шарики калтакелас. баъд аз дастгир кардани аждар оҳиста калтакеласро ёфта ӯро дастгир мекунем. ҳамин калтакеласро дастгир кунед, мо ҳам ба худо наҷот меёбем. ба худо хавотир наша. ин корро ба ман гузор селоҷон. майлаш лео. лео гуфтӣ? лео село. капучино. хизматкор ку биё. майлаш ака, як соат пас киштӣ меояд. дар назди бандар меистад. мо бошем ба киштӣ мегузарем. тамом, аз паси мо меоед. майлаш ака, фаҳмидам. кай аз дохил мебарояд? аз интизорӣ безор шудем. аз куҷо донам? ба маҳалаи мо часпидааст, аз масҷид берун намешавад. напурсе, чӣ кор карданамонро намедонем. бовар куну девонаи тайёр аст. ӯро ба девонахона супорданд. рост мегӯӣ. чӣ шуд? бахайр аст? устод, ҳеҷ напурсед. домулои девона ба масҷид даромадааст. ман намебароям мегӯяд. намозро ҳам ман мехонам, мегӯяд домуло. устод, аз паси девона намоз хондан дуруст аст? инро ҳам мепурсӣ ҳиҷрӣ? албатта намешавад. одам девона аст охи. ман шахсан аз пасаш намоз намехонам. тамом. ман рафта гап мезанам. бипурс. устод, полисро даъват кунам? ҳиҷрӣ ин қадар воҳима накун. ман ҳоло рафта гап мезанам. шумо истед? майлаш домуло. майлаш. ҳоло устоди ман ҳал мекунад. шумо хавотир нашавед. салом алейкум. ва алейкум ассалом. домуло, шумо танҳо дар ин ҷо чӣ кор мекунед? чӣ кор мекунам? намебинӣ ҷамоатро интизорам. хубу домуло, аммо ин хел намешавад. онҳо бояд камтар ба шумо одат кунанд. интизор мешаванд. он ҷамоат медарояд. домуло, аммо онҳо намеоянд охир. бо зӯрии хубӣ ба даст намеоянд. фикрҳои онҳоро ту вайрон кардӣ. ту боз шарм надошта ба назди ман омада вир карда гап мезанӣ. тавба кардам худоя. домуло, гӯш кунед. агар хоҳед ин хел кунед, барои ба шумо одат кардани ҷамоат аввал мегӯям ки аз амри маъруф оғоз кунем. ана ин хонаи мо аст, севан ҷон. намек, охир ин хона бисёр қиматбаҳо аст. ту зеби ана ҳамин хел хонаҳо дорӣ, занакҷонам. яъне вай хай занакҷонам да ҷигарта бихӯрам. намек, қарзи ин хонаро чӣ хел пардохт мекунӣ? азизам, пули ин хона барои ман майда чӯйда аст. меган се бахӯр боғаша напурзана. маро гӯш кун. агар пулҳоро аз он канҳони девона гирифта бошӣ, туро нобуд месозам. аз он бешарафи девона як дирамаш ба ман лозим нест.
سیوا جون من باید بودم دیگر با اون کنعانی معبدی آمون کار نمیکنم گفتم من از رنگ روی او بیزارم نخت شراک من میفروشم یخبوسه قیماقه من میفروشم سیوا جون قلینو شو واردم خونه کنان قلینو مایده توگری نگرفتن محترم جماعت موضوع امروزه امر معروفمان ریبا و ضرر آن دامولا موضوع رو یک طرف گذارو یک دو گپ زده آن رو به آخر رسون آخر ما تو رو به خاطر دامولا زیا گوش کرده ایستاده خاموش در مسجد گپ نمیزنن مرا گوش کن این دامولا مانندی توست از یک خاک استید شد تو چی اینقدر با من چسبیده ای؟ های دمتون را گیرید خاموش مرا گوش کنید چرا گوش کنیم ها؟ آقای کن لطفا این خیل نکنید مرحمت دامولا استاد یک سوال به سرم اومد پرسم میشود؟ برادرم اگر سوال داشته باشی در بیرونی مسجد به نزدم آمده بپرس در اینجا سوال نده دامولای دیوانه من از استادم پرسیدم از شما نپرسیدم من دیوانه نیستم من دامولای حقیقیم دامولای دیوانه این است استاد اجازه دید سوالم رو پرسم چی هجری؟ یا خدایا توبه میپرسم استاد در مسجد سمبوسه خوردن جایز است؟ چی خیل خوردن برادر مگر در مسجد نخورند راست میگوید تو این درجه هم نی من به این سین و سال رسیدم در مسجد خوردن رو اولین بار میبینم از استادم پرسیدم ای دیوانا تو چی کار میکنی؟ اکا با خدا گرسنه موندم مادرم از دیه روان کرده است سمبوسه از علف طبیعی تیار شده است گرسنه است بسیار بلازت است اگر خواهی به شما هم دیم تو مگر برزگوی مگر حاضر وقت خوردن است محترم جماعت چطوری که میبینید گفتند که دختری کم سواد آدم را میکشد نیمچه دامولا باشد آدم را بدین میکند این چی خیل جماعت است این خیل نمیشود یک کسش خوراک میخورد بعضیش گپ میزند یک کسش سوال میپرسد یا خدای توبه راست من دوی میگفتم دامولا عظیمی چقدر امری معرفی خوب میبونید از دهانتون اثر نمون است سلامت باشه دامولا ای مرد تو چی ها میگویی؟ با گپ زدن و سوال دادن بیدین شده مگر آخر دامولا یک سمبوسه خوردن با یک سمبوسه خوردن آدم از دین خارج میشود مگر استاد با سوالم جواب نداده جوابش رو میدهید انا هجری خوردن البته که نعمت است ببین پسرا ما در مسجد هستیم گرسنه سیر سردار فقیر بوی رئیس و کارگر همه در اینجا برابر هستیم اما چی در بین ما یگان کس خوراک خورد با چشم یگان کس میرسد و این خوب نمیشود البته که در مسجد خوراک خوردن ممکن نیست جایز نیست او را گوش نکنید آخر او را گوش کرده به این احوال آمدید مرا گوش کنید میگویم او دیوانه است تو را برای چی گوش میکردیم دامولا از منبر پایانش کنم آقای کنان نیستید خیلی نکنید کمتر صبر کنید دامولا من در اینجا یگان گپی بد نگفتم التماس بله محترم جماعت در اول چی گفته بودیم موضوع امروزه امان ریبا و ضرر آن سردار مکانی اجدر رو معین کرده باوری دارید که مکانش رو معین کرده بله سردار صحبت تلفنیش رو گوش کردم مکانش رو معین کردیم و خارجه میرفته است تمام ما در حال با اونجا میرویم سردارم از شما یک خواهش دارم با کمتر پس به عملیات میرویم شما در خف ایستید شما اویله دارید من برای شما همه نمودی توکل رو یعنی جانم رو دریغ نمیدارم سردارم برای کشتن کلتا کیلاس به همه توکل تیارم لوند بله برادر تو پرسید خواطر نباشه دامولا آن نتیجه تشخیص را میگیرم اما یک چیزی نفهمیدم سقراط از قفای اونال شده است راست است؟ متاسفانه بله دامولا چرا متاسفانه میگوید آخر اگر اونال مرد شما سفید میشوید اما نتیجه تشخیص اونال را قانع نمیکند به شما چنان چسبیده است که تا شما را نکشد او راحت نمییابد اکا کایک آمده است در بندر است میتوانید روید میرویم این دفعه گریخته
گفتن به پلیسا میبره. سلاحتون را پایان کنه. تسلیم شود. تسلیم شود. اکرم برزید. ایستا شاید. نگوید دنبال. ایستا. شجاعتون را دهد. هوا خنک شده است. باز یخموز نخورید. فهمیدید؟ مایلش روید. با خواهرم رفتنم رو گفتنم نتوانم. آقا چرا اونجا ایستاده اید؟ خوش اومدید. خوش باشی. خوش هستی؟ خوبم. شما چه حال دارید؟ من خوبم. خیر. تو رو بسیار یاد کردم. آقا میدونید وای چی بعضا وقت هنگامی کار کردنم به یادم میوید و به خودم میگویم که من آقام را یافتم. اونقدر شما رو پسمون میشوم که بعد میگویم که آقای من دامولای دوستدار و اعتبارناکی محلمون میباشد. میدونی من چی فکر میکردم که آقای من کلتکیلس است. اگر همه اون خبرها راست میبود من از پا میافتیدم. بعد دیدم که آقای من یک آدمی با اعتبار دوستداری مردمی محله بوده است. خیر مایلش من بیمار دارم باید روم. بعد با میخوری مایلش من هم با مسجد میروم. مایلش تا بازدید. داملو جان چی خیلیته؟ کارت چی؟ در اینجا چی میکوبی؟ داملو گفتم یک محله رو چرخ زنم. خوب که بر آمدم بینید با شما واخوردم. گوش کن این چی حال است ها؟ داملو گفتم که دیگر شما رو احترام میکنم. دمت رو گیر بسیار سرسده نگوی. کنی پیش بیا نه ترس تو رو نمیزنم. پیش بیا مرا گوش کن. تا وقتی که من در اینجا هستم با بیت نزدیک شدن نمیتوانی. در نبودنم در اینجا اگر با اون نزدیک شدن تو فهمم جزایت رو میدیم. بخیر است داملو یا که به یک اونجا میروید؟ احمق با هیچ کجا نمیروم. یعنی یک روی داری داملو زیاد؟ من بیتول رو دوست میدارم. تو دوست داشتن رو چی میدونی ها؟ چی میدونی؟ با بیتول نزدیک شدن رو نشونم که سخت جزایت میدیم. این دامولای سروایران با بیتول اویلادار شدن من رو نمیگذارد. بیتول باشد از گپی اکش نمیبراید. چه حیله کردن تو رو اگر فهمم انا اون وقت از تو خلاص میشوم. حالا تو در حقیقت میروی برادر؟ میروم شاکت. دیگر بر نمیگردی؟ شاکت تو این کارها را حل نکنم بر نمیگردم. تو در اینجا هم به همه ضرر میاره. اگر بیتول وضعیت رو فهمد چی؟ نمیفهمد. یکون راهش رو میامد. خیلی کی میروی؟ حاضر. برادرم مگر همین خیلی میروی؟ خودت رو خوب نگاه کن. مایلش تو هم خوب نگاه بکن. با زهرا خیر خوش نمیکنی؟ یگان چورش رو میبینی. چه چورش رو میبینی؟ این خیلی نکن. رو با او خیر خوش بکن. نامردی نکوش نه؟ خیر خدا حافظ. مایلش تو بازدید. فراموش نکنی کم کم زنگ مبزن. مایلش زنگ میزنم البته. چند مراتبه به من گفتی که نرم. به تو چی خیل گویم که من میرم. باز نگاه کرده میگویی که من رو پرتفتن نرم. چی خیل از برات جدا شدم نمیدونم.
تا انتقامم رو نگیرم جیانم رو گور نمی کنم. اونال جیانم رو کشت کلتاکیلاس. آن روز اگر تو او رو خلاص نمی کردی جیانم در حیات می بود. اکنون آتشی در داخلم بوده با کشتن اونال خاموش نمی شود. اول اونال می میرد بعد باشد. تو طفلی تولد شده اش را کشتی سخرو. تو رو راحت گذار. گپ هایم تمام نشدند کلتاکیلاس. اول اونال می میرد بعد نوبت به تو می آید. حیاتی او را نجات دادنت بسیار مشکل می شود. عزیزترین آدمم را از دست دادم. من هم عزیزترین آدمی تو را نابود می سازم. انا اون وقت دردی مرا خوب می فهمی. با یک تاری موی زهرا دست رسانی تو را بکشم. سخرا! زود زهرا زود. زهرا در کجایی؟ در کارخونه‌ام. چی شد؟ تمام هیچ گپ نیست می آیم. اکا نیمان این آدم رو در دوام 24 ساعت به قتل می رسانی. ما هم از عملیات نم اومدیم. چند کس پرنده مونده شدیم. سردار اونال هم در داخل دم گرفته ایستاده است. عصبهایش ویران شده است. هیچ گپ نه، اما من به شما کمک میکنم. بخیر از شما را کدام شنبال اینجا آورد؟ من درباره یک کس معلومات گرفتن میخوام. فهمو چه خیلی نمود معلومات؟ چی خیلی یعنی چی نمود؟ یعنی معلومات جنایتی میخوای؟ بله معلومات جنایی. این کار آسان است، حلش میکنیم. اما به رقم شناسنامه‌اش احتیاج داریم جناب سمی. رقم شناسنامه‌اش؟ حاضر یک لحظه این بود. مرحمت. یک دقیقه صبر کن و هر یک معلوماتی میتونم که کی بودنی تو رو فهمیدنم بسیار وقت کم موند دامادی ساخته. کنی ببینیم چی حیله داری. خوب هستی؟ ها؟ کلتاکیلاس چی شد؟ هیچ چیز نه. کلتاکیلاس چی کار میکنی؟ باز یکون کس نبینه؟ بینه دیدن گیرد مگر شوهرت نیستم؟ اما شوهری ساختم هستی. شوهری ساخته بودنم در پیشونی هم نوشته شده است. مالش حدی اقل حسیاتت رو در پیش دیگران اینقدر نشان ندهتم. مایلا جانم در جایهای آدم نبوده آغوش میگیرم. نه تمام چی بوده است؟ جناب سمی بینید این رو با شما در حقیقت چه خیلی گفتنم رو نمیدانم. چه خیلی؟ یکون چیزی کلان است؟ از کلانم کلانتر وزیر بفهمی زنک میگیره. میدونستم. چی بر اومد؟ جناب سمی با شما سبکتر میفهمونم این آدم جزاکالله شده است. چی شده است؟ این مردک چه خیلی آدمی کلا دم گپ نمیفهمی. همون آدم میگون که جزاکالله شده است. معنای جزاکالله را نمیفهم. یک سرغاز با تو دیگر خیلی میفهمونم. یعنی که پایان فیلم کنیت فیلم در کینه دشمنا را میکشن که جزاکالله میشوند. نفهمیدی؟ یعنی او در باره خریطه جهان دیگر نیست. یعنی دیگر خیلی فهمونم از گلوبوس بیرون شده است. کار و در دنیا تمام شد. این مردک آدم در تابوت میدازن میبرن چی میشود؟ اینا مثلا برای مثال بابا تا میگیری. همون بابا در بالای زمین زندگی کرد، پدرت به دنیا آورد، عاقبت هم مسافر چی میدونی؟
با خوبی فهمیدم نفهمیدی کاری بابا در این دنیا تمام شد با او دنیا رفت همین آدمی که دربارش معلومات گرفتنی و امرنگی بابی رحمتی بمور است یعنی مرده است؟ آوا مرده است انسان مانانی پرنده است امروز است پگانه است همون با اون طرف میرویم خدا قبرش پرنور کند راهش را شاد گرداند خدای خداوند به حال امون بنده رحم کن و از گناهش بگذر برادر همدردی ما را قبول کن اگر یگان که خطا گفته باشیم بخشش مرده بندگی برادر بندگی از این دنیا همه میروه یگان خیشتبارت بود لبای میگو خیشتو بی بله خدا رحمتش کند خدا به شما هم صبر نصیب کند بندگی خودتون رو به دست گیرید جناب سمی نصیب باشد شما از این دنیا میروید خفه نشوید حالا ما بسیار کار داریم حالا باید سقراط و کرتکلاس و اژدها رو دستگیر کنیم وقت نداریم که باید مرده سر کار گیریم مرا ببخشید زندگی همین بوده است برای کار بله کنی بگو این آغوشگیری هات برای چی بود؟ یعنی هیچ چیز نیست جانم تنها برای تو خواطر شدم همین قدر سبب؟ زهرا امروز هنگام به کار اومدنت یگان کس تو رو پای برده و یا از یگان کس شوخه کردی و یا که از یگان کس با تلفن تهدید شنیدی؟ نه یگان چیز نبود بله حالا هم گپ زدنت رو انتظارم آخر آن سقراط دیوانه هست که یگان دیوانگی میکند گفته ترسید به تو یگان چیز گفت؟ یگان چیز نگفت معلوم نیست با احتیاط بودن لازم است تو امروز کنت خیلی عجایب هستی نه من عجایب نیستم و خونه یک جای برویم من تو رو برم حالا تو رو تنها گذاشتم نمیخوام مالش کم ترک کار دارم اون رو حل میکنم میآیم مالش انتظار میشم تو انتظار شو من میآیم مالش این دامولوزیو کیست؟ شناسنامه یک کسی مرده رو گرفته است معلوم که از پلیس گرفته است بیتول این رو میدوند مگر فکر نمیکنم چون که نمیدوند که اکاش ازدواج ساخته کرده است اگر من کی بودن این دامولوزیو رو فهمم از او خلاص میشم بیتول باشد با من میماند دامولوزیو خانم سلین در این جایی؟ بله مدت دراز بود با زیارت زهرا ناماده بودم گفتم یک خبر گیرم خوب کردید چی دامولو من با شما درباره یک چیز گپ زدنی بودم بله مرحمت گپ زنید یعنی این خیلی چیز چه خیلی گفته می شود نمیدونم لطفاً راحت باشید مرحمت بگویید دامولو شما بسیار آدمی میفهمیده بسیار آدمی خوب هستید اما حقیقت بسیار تلخ است با خدا که مراق کردم خانم چی شد دامولو ازدواجتون چقدر ساخته باشد هم شما کاری کردید که هر مرد کرده نمیتواند و زاغی سیاه بر این آدم عاشق شدن زهرا رو خوش قبول کردید اما کشکی یعنی کشکی ما نمیشدید من برای زهرا بسیار خاطر هستم چرا؟ از روی زاغی سیاه زاغی سیاه؟ بله دامولو شما کی بودن زاغی سیاه رو میدونید؟ کی بوده است؟ زاغی سیاه کلتکل از گفتنی جنایتکار بزرگ بوده است شما چی میگوید خانم؟ این بسیار خطرناک است بله عیناً همین خیل است اما چشم زهرا رو چنان کور کرده است که چند بار گفتم که زهرا این خیل نکن این آدم نمیشود جنایتکار است اما گوش نمیکند خیر خانم درباره زاغی سیاه کلتکل چی فکر دارد؟ دامولو گفتم که دیوانه‌وار عاشق شده است چه خیلی عاشق من چرا اون عشق رو حس نمیکنم باوری داره؟ باوری دارم یعنی دامولو چشم زهرا کور شده است انیق این آدم زهرا رو جادو کرده است انیق دامولو شما گپ زنید چی دانم یکی شما رو گوش میکند او رو از این درد رها کنید نباشد دوگانم در پیش چشمم به حبس میافتد مالش خانم سلین شما خواطر نباشید من با زهرا گپ میزنم تشکری زیاد نمیارزه زهرا باید این حجت رو از نظر گذرونی تا بازی دامولو برای کار
تمام. هیچ کس نبوده است. زهرا من یک به محله روم. اما زود بیا. دیر نکن میلش. تمام. چی شده؟ مگر این خیال بود؟ عمیق خیال است. زهرا با من روی سفر است. در خیالم بود. ندید ها؟ مگر دیده است یا ندیده است؟ عجب بود دید. دیوانه ای مگر؟ چون بسر را دید دیوانه شد. نه بسیار واهمه کرده ایستادم. یک بوسه دوستانه بود آخر. لیکن تو هم بسیار شده بودی. اون تنها یک بوسه دوستانه بود. بله در حال قبول کردم. کنی خودت را فریب بده زهرا. دوستانه بوده است. تو رو آشکارا دوست می‌داری. چی؟ دوست می‌دارم؟ نه جانم اینقدر هم نه. چه خیلی دوستانه؟ مگر این خیلی دوست می‌شود؟ التماس این خیالی نباشد. چرا دوست دارم؟ اونقدر مرا فریب داد. بی عقلی نکن زهرا. دختر و حسیاتت خواهید شد خیر. مگر این آدم را دوست می‌دارم؟ دوست نمی‌دارم. دوست نمی‌دارم. دوست نمی‌دارم. اوف اکنون در خونه برایش چی نگاه میکنم. معلوم در اینجا میمونم. چون دوست دارانم در اینجا. از اینجا رفتن نمیشه شود. السلام خانم بتول. خانم بتول کمی صحبت میکردیم؟ خانم بتول نه صحبت نمیکنیم. حالا به زیارت یک بیمارم رفته ایستادم. میلش من شما رو میبرم. نه رحمت من خودم میروم. یک روی نکنید جانم میبرم آخه. سپاسگزارم جناب سمی. نمیخواهم با اتوبوس میروم. از من میگریزید؟ خیر با تو یک جای میروم. برادر چی گفت؟ دنبالو یک مرد همین طرف گریخ ندیدی؟ نه کسی رو ندیدم. آن بناموز با عروسی من گل دادنی بود. میلش خیر. خدایا توبه. اینجا برا تلخم رو کفوندی که هست؟ تب کن. باز چی هیله کردی؟ من خدا برادر هیچ کار نکردم. فاتحه شده دختر بوده است. چی؟ با دختر گل دادم. فاتحه شدهش برآمد. مرا سور کرد. قسم میخورم که با دختر خوب راه گرفتیم. یگان مشکلی نیست. گل رو گرفته به نزدش رفتم. با انگشتش نگریستم انگشتری نبود. به خدا قسم که انگشتری نبود. خاموش شو. برادر نمیدونیستم مدام که فاتحه شده است میمره انگشترین چه باندوزه. دمتاگیر گویا من نمیدونم که تو با انگشترین وای دختر یا که با دیگر جایش نظر کردی ها؟ با انگشترین نظر کردم میگوید خواهرم رو با تو امانت کردم. تو رفته از پشت فاتح شده دیگران میگردی. تو چه خیل آدم هستی؟ توبه کردم خدایا چه خیل گشتم. تو چی میگویی برادر؟ اگر میدونستم که عروسی او است با او گل تقدیم میکردم. شوکت با من سفسطه نگو مالش. سفسطه نگو برادر. گوش کن شوکت. اگر آن سمی رو در نزد خواهرم بینم او رو زیر زمین میکنم. تو را باشد از گوشهایت کشال میکنم. دانسته باش. برادر تو در این باره خواطر نشو. این کار به عهده من است. به نزد سمی رفته گفتم با بیتول نزدیک نشو. او باشد ترسید گفت میله. ای ابله ترساند از گویا. من مگر تو رو نمیدانم. گوش کن. تو برگشتی رفته بودی گفتی میرم مگر نرفتی؟ نرفتم. این حال رفتن نمیتوانم. برادری عزیزی من. من کارت ندارم. پولی نقدی هم میشود کشف. با آدم قفا پول بیده. از
аз онҳо корт гирифта зер кун. бояд корт бошад. бале, майлаш. корт доред? надоред. шумо чӣ? шумо надоред. ягон кас корти зиёдатӣ надорад, ман пулашро медиҳам. ана пули нақд дорам. исто наде. майлаш, ҳаматон бекорт савор шудед, а? акай шофёр ҳеҷ кас корт надорад. о, ташаккури зиёд. ташаккури зиёд. ҳозир. ана. ба онҷо гузор. инҷо. аҳа. ташаккур. миннатдор. маро ташаккур нагӯ, духтари дар қафо бударо бигӯ. рафтан натавонистам. унал ҷияни Суқротро куштааст. ба худо рост мегӯӣ? Суқрот ӯро имшаб мекуштааст. ҳатто куштан ба ӯ бас набуд, аз нишонае аз ӯ намегузоштааст. чӣ хел фаҳмидӣ рафтанам маъное надорад? Суқрот бисёр хатарнок аст. бояд дар инҷо монда дӯстонамро муҳофизат кунам. бародар, агар ман намебудам ҳамаи ин ҳодисаҳо пеш намеомаданд. агар калтакелас намебудам ҳамаи инҳо ба сарам намеомаданд. хайр. ҷаноби сами фароед акнун охир. дар куҷое ки шумо фароед, ман ҳам мефароям. нафаҳмидам. ой хонум, ин аҳмақ шуморо нороҳат карда истодааст. ба шумо чӣ ҷаноб, нафаҳмидам. чаро дахолат мекунӣ? ки ин хел гап зада истодаӣ. ба ту мегӯям чӣ? кӯдак, ту аз ҳад гузаронда истодаӣ. ҳозир туро зери по мекунам. зери по мекунам гуфта дар назди занҳо ба ман зӯрӣ накун. дастатро фарор, маро натарсон. ту гапро ба хубӣ нафаҳмидӣ. илтимос ҷанҷол накунед. сами, илтимос ҷанҷол накунед. хоҳиш мекунам. از برای خدا جنجال نکنید. ای سگ بچه رو بین حالا هم دست دروز کرده ایستاده است. بین ها خانم بتون او در حق شما دو کنم. اگر شما نمیبودید من دهانو بینی او رو میشکستم. آخه این خیل شدنش عمیق بود. شما چرا با آن آدم مناقشه کردید؟ جناب سمی چرا؟ دائم با من همین خیل آدم روبرو میشوند. همش مانند اکاتون زوری میکنن. درباره اکم این خیل گپ نزنید. التماس درباره اون این خیل گپ نزنید. او مرا محافظت کرده برای من خواطیر می شود و با شما گپ زدنم را نمیخواد، اما من حالا باشم با شما گپ بزنم. التماس از من دور شوید. خانم بتول، من خطا فهمیدید. خانم بتول، ای زبانی مرا ملکه زنبورها گزد. من باید کی بودنی دامولوزیا را فهمم. نباشه دختر از من نمیشه. بخشش زیاد من مسئله رو نفهمیدم. مگر تو حالا برای اونان رو سقراط نکشد جان خودت رو به خطر گذاشتن میخوایی؟ همین خیلی؟ تو نمیفهمی شوکت. سقراط حالا از قفای اونال است. بعد نوبت من میشود. خطرناک است. همون حال طفلش رو از دست داد. قصد گرفتن میخواهد. البته که او رو میفهمم. آخر دشمنی اشدی هم باشد. اونال یزنه زهرا می باشد. او را در این حال به دست سقراط دادن نمیتوانم. کارها جغیل ایگو برادر؟ نمان جایش را گیری؟ ولی سردار، مانند خواسته شما خبر رو انتظار است. امر کنید میپراند. اونال امشب میمیرد. سردارم اکنون آرام شوید. تمام اجدها رو دستگیر کردید آخر. در کجا دستگیر کردیم ها؟ آدم رو از دست دادیم. آخر سردارم او رو پراندید، او رو زخمی کردید. اجدر این ولید شد. آنها اکنون کی بودن شما را فهمیدن رفیق سردارم. لوین بسیار سفسده نگو. اگر مکانی کلتکلس رو بدانی گپ زن، اگر ندانی خاموش است. نمیدونم، اما به سرم یک فکر آمد. کلتکلس هنگام گریختن از ترس دومش رو میپرتوید. ما قدم به قدم از پس دومش رفتم او رو پیدا میکنیم رفیق سردارم. لوین دخترها کمی گپ زنید. هیچ گپ نمیزنید. دیگر وقت باشد وقت گپ میزنید. چی گپ زنیم بابا جان؟ اینن
هر کارها چخیلند؟ خوب است. در خرید لایه ها اشتراک میکنید؟ بله. نه. یک دقیقه. بله یا کی نه؟ айни ҳол аз сабабе ки корҳоямон бисёр аст иштирок карда наметавонем. духтарам ту хуб ҳастӣ? имрӯз чӣ хеле ки бисёр асабӣ менамоӣ? чӣ шуд? не бобоҷон, бисёр хуб ҳастам. дар давоми рӯз баъзе чизҳо асабамро вайрон карданд. духтари зебоям гӯш кун, ва ту як тавсия дорам. ту хубаш оиладор бишав. бин зӯро чӣ хел оиладор шуд. тифлдор ҳам мешавад. ҳамин хел не? ана акнун вақти ту ҳам омадааст. аллаҳт мегӯм бача. ҳа, ҳамин хел гӯем албатта. қисмат аст. яъне мошоалло, мошоалло. имрӯз аз суҳбат бо шумо ҳеҷ сир нашудам. пас набошад ман хоб равам. шабҳои хуш. шаби хуш бобоҷон. духтарҷонам, барои даъвати хӯроки имрӯз замонро қабул карданат ба ту бисёр сипосгузорам. намеарзад бобоҷон, дар асл ман ба шумо сипосгузорам барои даъвататон. зӯҳро, ба дугонат ҳуҷраи дар боло бударо тайёр бикун. имшаб меҳмони мо шавад. ҳеҷ чиз лозим нест. ман охир ба хона меравам. не дар ин соат туро ба ягон ҷо намегузорам. бобоҷон, ташвиш накашед, ман ҳал мекунам. майлаш, набошад. шаби хуш. шаби хуш. шаби хуш. шаби хуш. туро хоб гирифт? не ҷонам, дар ин соат чӣ хел хоб? маълум. бахшиш ки нороҳат кардам зӯро. яъне танҳо бобои акрам хост гуфта омадам, барои ту не. инро бидон. медонам ҷонам. аммо бисёр чизро намедонӣ. инро ҳам бидон. аҷабо, ман чиро намедонистам? барои дӯстдоштаи туро дастгир кардан полис ба похест аст. мегуфт калтакиласро? бале, аниқ дастгираш мекарданд. чӣ хел? ба худо ки ҳамин хел масъалаи муҳим будааст. чиҳо мегӯӣ? аз ман гуфтан аст. яъне баъд ки фаҳмидӣ талхакаф нашавӣ. оқибати ӯ ҳамин аст. раҳмат. намеарзад зӯро. чӣ хеле набошад дугонаи кӯҳнаам ҳастӣ. магар ба ӯ занг мезанӣ? гап надорам. дар ҳақиқат гап надорам. гап надорам. ҷавоб намедиҳад. аниқ дар намоз аст. дар намоз? калтакилас намоз мехонад? бале, мехонад. мумкин нест магар ӯ тӯба карда истодааст. то ин дараҷа беимон нест ку? шом бахайр. шом бахайр. ҷонам, бисёр хавотир шудам. дар ин соат кӯчаҳо чунон хатарноканд ки агар зиёд дер кунад дарҳол хавотир мешавам. қариб буд ки ба ҷустуҷӯят мерафтам. охир зӯҳро, аз барои худо ба сарат ин хел фикрҳоро наор. ором бош. ба масҷид меравам. калтакилас, лутфан бо эҳтиёт бош. язнаи ӯ наланваливен ҳар дам метавонанд туро дастгир кунанд. чизе намешавад. аҳамият надеҳ. зӯҳро, ман ҳам акнун аз хона танҳо баромаданро намехоҳам. сабаб? илтимос, ман чизе гӯям ҳаминро бикун. суқрот гуфтани одам ҳеҷ шӯхӣ намекунад. майлаш. майлаш? лутфан ту ҳам бо эҳтиёт бош, калтакилас. ба ту ягон чиз мешавад гуфта бисёр хавотирам. вай, дар ҳақиқат барои ба ту муҳим будани ман ё ки чун дастгир шавам корҳоям вайрон мешаванд, барои ҳамин гуфта истодам. дар натиҷа барои ман бисёр хубиҳо кардӣ. метарсам ба сарат ягон бало наояд. хеле кеселин гуфт. дар ҳақиқат ошиқ аст. агар ошиқ бошад чаро пинҳон мекунад? сабабаш ҳамин аст.
نمیدونم کلتکیلا، سرم بسیار آمیخته است. حتی درست فکر کردن نمیتوانم. خوب مایلش، من میروم تا بازدید. مایلش لبن لطفاً با احتیاط باش. مایلش. استاد خدا را هزاران بار شکر میگویم که باز با شما روبرو شدم. بله هجری مرحمت. استاد به سرم یک سوال آمد. مایلش هجری جون به سرت نافتد، بپرس. بپرسم؟ استاد یوگا مشق کردن جایز است؟ چی؟ یوگا استاد. تو یوگا مشق میکنی؟ نه استاد، حالا یوگا مشق نکردم. بنویس هجری. انا یوگا یک چند نمود دارد. مثلا یوگای زیر آبی است، یوگای هوایی، مثلا مدیتاسیون چقدر دیگرش، باز مدیتاسیون سبکش است که بسیاری آدمان اینش رو انتخاب میکنه. اما چیکار میکنی بکن. با یک مربی یوگا را اجرا کردن شرط است. علاوه بر این یعنی مثلا یک سیانسش 500 بکس است. چقدر که پولش زیاد شود همونقدر فایده زیاد داره. مگر جایز است استاد؟ نویس هجری. از آنی که با یک سیانس 500 بکس میدی، رفته یک یتیم رو خرسند کنی، فقیر و فقرا رو یاردم کنی، خرسندی در چشمان آنها بوده رو ببینی، با خدا که از همه یوگای خوب رو گویا کرده ای. بسندگی نکرد. 5 وقت نماز خون، اما پررو و درست بخون. یتیم و فقیر رو تله نده هجری و در حق غریبان دعا بکن. استاد بسیار خوب فهماندید، ماشاءالله. خدا از شما راضی باشد. از تو هم راضی باشد. خیر استاد. بابا این یوگاش از کجا برآمد؟ لبای کلتکیلاس، به تو یک امکانیت دیگر میدیم. اگر جانی کمیسر اونال به تو اینقدر عزیز باشد، به نزد فابریکای کهنه بیا. اگر بسیار زود حرکت کنی او را نجات داده میتوانی. یگان اشاره التجا میکنم، یک اشاره برای آن بیشرف را دستگیر کردنم به من یک اشاره بده. این طور نمیتوانم. اشدر مرد. اگر کلتکیلاس را از بین برداشتنی باشی، خودی حاضر به مکان فابریکای کهنه بیا. یه مرک کجا میره؟ به جهنم. تو هم میروی؟ بسیار خوب پاسبانی میکرده ای. به قصر میروم. سردارم آرام باشید. شما را محافظت کردن وظیفه اولی لیونت است. اگر من شما را حمایت نکنم از دست من دیگر چی میآید و با کی در کنم؟ لیونت تو در اینجا مان. خدای توبه اینقدر یک روایی. سردار چرا هر دویش را به یک جا دعوت کردید؟ به کلتکیلاس نشان دادنیم که به من مانع شده نمیتواند. حالم رو بین. برای حیات آدمی را که حیاتم رو تیره کرده از حیات خودم رو به خطر میگذارم. در اینجا از هر دو یکی اما سلامت نمیبراید کلتکیلاس. یا من میبرم یا تو. در کجا باشد این بیشرف؟ اونا حیات در خطر است. گفتم با تو کوشش جان تو رو نجات دادن رو دارم. بیشرف تو در کجایی؟ قاتل طفلم ابله و مقابلم مرا کنی؟ با مرگ طفلت من علاقه ندارم. اگر مرد باشه روبرویم مرا گم میزنه. برای کشتن من کوشش کردی نتوانستی. طفلم را کشتی ها؟ تو
رو تیرباران میکنم الله. در کجایی؟ هنر تو را از دست سکرات من نجات دادم. تو را از جنگل با یک ماشین سفید گرفته در یک جای بی آبی گذاشتم. دستانت محکم بودن. باز برای از ریسمان خلاصی یافتنت به تو کار دادم. اگر در آنجا نمی بودم همه اینها را چخیل به یاد می داشتم. خدا زده در بین آدمانی که مرا کشتنی بودن تو هم بودی. البته که همش رو به خاطر داری. من مخواهیم برا. خدا میکنی هنر مایلش دستان اون رو با بالای سرم برداشته به نزدت میویم. جونت رو نجات دادنی بودم اما پروندنی باشی پرم. برا زود برا. هر نفس گرفته ای تو زیان است. نزدیکتر بیا. پیش از پروندن خوب فکر بکنم. با پایهای خودم به اینجا آمده تسلیم نمی شدم. چرا برای کشتنم به نزد تو آیم؟ نفهمیدی. تو رو با دام افتاد. چی خیل دامه؟ چی سفسته میگویی؟ این حیله نوت است ها؟ به آخر بازی هایت آمدی کلتکیده است. یگان بازیت از این پس تو را نجات نمیده. یگان بازی نیستم. تو جیان سکرات را کشتی. حالا هم نمیفهمی. کلتکیده است. من به اینجا برای گوش کردنی تو نه، برای کشتنت آمدم. نه. در یکی از این بناهایی که در اطرافمان است عمیق یک نشانگیری کسب نشسته برای کشتن تو از سکرات امر انتظار است. تو را به دام کشیدن میگویند نمیفهمی. کلتکیلاس هم در نشان است. او رو هم پرونم. نیمان تنها اونال رو بکش. انتظار شد. وقتی اونال کلتکیلاس رو کشد تو اونال رو بکش. مرا به اینجا تو دعوت کردی و دام ساختی. به فکرت کاری به فردا گذاشتت رو به آخر میرسانی. اما به آخر راه آمدی کلتکیلاس. این دفعه تو را میکشم. التماس نمیر. باز نمیر. طاقت بکن. التجا میکنم. طاقت بکن. وضعیت چی خیل است؟ جراحی دارد. اگر با او یگان چیز شود من طاقت نمیکنم. بعد طفلم اونال رو از دست دادن نمیخوام. اپا جان به یزنم هیچ چیز نمیشود. میلش این خیل نکن دخترم. چون اونال و هوش آید تو را در این حال بیند بسیار غمگین میشود. این خیل نکن. بابا این کلتکیلاس از ما چی میخواد؟ جانی طفلم رو گرفته. اونالم رو هم از من میگیرد. خدا آن کلتکیلاس گفتنی آدم را زند. هیچ غم نخور. هر بدی مطلقا روزی برمیگردد. سلام علیکم. اونال چی خیل است؟ بهتر شده است. سردار کلتکیلاس اونال رو به بیمارخانه برده است. او نمرده است. چرا حالا هم این آدم با عجلش مبارزه دارد؟ این کار بسیار دوام یافت. به بیمارخانه یگان کس را روان کن. کارش رو بینند. میلش سردار.
کلته کلاس کاری اونال رو بینم نوبت به تو میرسد. حالتش آنقدر بد نیست. او را دیدم میتوانم؟ متاسفانه نه. همین که فرصت شد خبر میدیم. خدا شفا دهد. ابای جان شوید دوملو در اومده کف و صفاش کنید. سخرات این کار رو اصلا نیم نمیگذارد. انیق برای به آخر رساندن این کار یکون کس رو خراب نمیکند. نجام مرا گوش کن. از اینجا بیرون میبراییم. او رومان راه میگردی. فهمیدی؟ راه گرد. خیلی کار برهایت خوب است. از کجا با کجا؟ راه گرد. خوب گوش کن. با آن سرداری مویسد دیدت رفته بگوی که دستانش را از این اویله برای همیشگی کشد. فهما؟ خطا میکنه کلته کلاس. شخصی که با صفا دشمن میشود در روز او با نمیبیند. دمت رو گیر. دیگر با من کار نمیگیرد. کلته کلاس یک گپ رو دو مرتبه نمیگوید. اگر عیناً همین رو یک بار دیگر تکرار کن او را از ریشوی سفیدش کشال میکنم. فهمیدی؟ را با او بگو. دوشم. گوش کن مرا. این کلته کلاس کی با این بلاها بازی رو آغاز کردن؟ او تنها ماشین دزدیده به خانه ها می درآمد کو. شفقت مرا گوش کن. اگر کلته کلاس دستگیر شود ما هم تمام می شویم. آرزوی با اکرم جان آیله دار شدن ما برباد می رود. ما در چه خیاله موی اپای پاتی ما در چه خیال است؟ اپا جان تو غیر از خودت پروای دیگر کس رو نداری. برادرم برای ما شده جانش رو در خطر میگذارد. تو باشی فکری پیرخره اکرم میکنی. دمت را گیر. از بلا دور می شدید. ما هم در حسرت همین بدیم که بسر ما بلا آمده انگیرد. مگر من به شما گفتم که رفته به کارهای بد دست زنید؟ شفقت مرا گوش کن. این کلته کلاس نباید دستگیر شود. ما باید یگان کار کنیم. این کمی سر از دو میوه کنده نمی شود. راست میگی. او هم مثل کنه در کلاس چسبیده است. ای پر برای اگه ما را قربقده بچسبخی. آقای اکرم این مردم کجا شدند؟ 1-2 دقیقه برای دیدنمان اجازه دادند. تو دامولایی دعا خونده پوف کنی میگویم. شاید یگان فایده رساند. بله خونده پوف میکنم.